امروز اومدیم با ویدیو خیلی خفن. بچه ها میگم هفته پیش که من همین ویدیو نذاشتم برای این بود که سیم تلفنمون رو دزدیده بودم، بعدش وای فایمون قطع شده بود، نمیتونستم ویدیو بگیرم. حالا امروز اومدیم که ویدیومون رو خیلی خفن شروع کنیم. 9 نفر رو تو این بازی زدن، این دست مچ، حالا هر چیز. خب بایستید تا برم پیش انمیا. نگاه کن تکیب 4 زدم همه رو. اصلا بگید بشکنید همین جایی که یه خود برداشتم زدم در جا، نمیدونم چرا. خب اینجا یه UMP قشنگ میخرم. بچه آپدیت زمستون اومده، انقدر خفن شده، لابی تغییر کرده. خب اینجا یه ذره بد میشه، من توش مردم. آره بچه یه مچ دیگه فکرم قبل از این استارت کردم، همه رو خب ایس کردم. خب وسطش اینترنت هم قطع شد. باش مچ حساب نشد. تاران سوم هم رفته بودیم، یه 3 نفر دیگه مونده بودن. بعدش یه اینترنت هم قطع شد. یعنی شانس از من میبره. این که با اسکوپ زدم نمید، اینقدر اسکوپ رو تازه نفرم زدم. یعنی ببینید مخفنم که یه نفر میزدم. این رو با اسکوپ 24 داره متریک میزنه و اسکوپ بده این یارم. خب اینجا هم که فکر کنم یه چند چی بود اومد، پیام بازرگانی بود. فکر کنم یه دیگه میخرم، اسمش چی میخرم بچه. به نظر شما جم بنفش دوباره میاد یا نه؟ به نظر من که من 160 تاشو نگه داشتم، ولی اگه اومد یه چند تا داشته باشم. خب یکی هم هست. نگاه کنید اینا چقدر سنگین هست. 2 تا 15 تا. خب حساب کن میشه 30 تا. 3 تا 15 تا دیگه فقط میشه نمیرن. اینا دونه بی نهایت داره. بعدش نمیدونم چرا اینقدر عنکبوت آوردن، به چه دردشون میخوره عنکبوت؟ بایستی نگاه کنم الان اینقدر عنکبوت آوردن. یه نفر اینجا همون رو زدم، یه نفر دیگه اینجا 2 نفر. اون سومینشونم شک نکنم عنکبوت آورده، یعنی 3 نفرشون عنکبوت آورده. چه نگاه کن اینو آدم کثیفی بود. من فکر کردم اینجا بوسته است، بوسته بعد این گفتم بیایی نمیداد. دابل کیل 2-1 شد به نفع ما. این یارم هم یه دنسه معمولی زد.
این راندم فکر نکنم زیاد چیز مهمی باشه، ولی راندهای بعدی دیگه واه خفن. تا الان چند بیت زدم؟ 5 تا. آره 4 تا دیگه زدم، یعنی 9 تا. اینم تو کلش رنگ مثلا یه چیز عجیب غریب خفن میشه. راستی کلش رنگ سیزنش ریست خورد. میخواستم رنگ کام کنم، دیدم یکی گرم مستر یک مثلا دیگه ناامید شدم برای رنگ کام کردم. آره وایسید الان من شک کرده بودم یکی اونجا 100 یکی اونجا باش نبود. آره بعدش دیدم سپاکی رفتم برای یه نفر برای اولین بعدش ما برای ویدیو باید دست بزنیم نمیشه. خب تا الان 2 تا کیل دیگه بزنم چون راند آخر هست. بچه این راند جدیدی که تو آپدیت جدید اومده به بازی هم خوب میشه هدشات باشه. حالا اگه تونستم تو هفته بعدی ویدیویی که میخوام بگیرم با این گانه باشه مثلا. خب یو ام پی زد تکراری شده دیگه برای خودم راحت یو ام پی زدن هدشات، ولی یه ذره دیگه سخته مثلا هر کسی نمیتونه. بچه به نظرتون تو ویدیوی هفته بعدی سنس خودم لو بدم نمیدم ولش کن. بچه بودم چرا سنسم لو بدم چون سنسمون 1 سال و بدبختی یه جور ریز کرده. الان همه سنسم میخوره این با تراغم پنجه ما داره جلو انمیان ما رو ریوایو میده. اصلا عالیه. همین دیگه امتحان ریاضی داشتیم. واو نمیدونم فکر کنم منفی 10 شده. شاید منفی 20 شده باشم. خوبه دیگه منفی 20 یعنی 20 دیگه میخوام تا بشم 3. بهش 40 تا نهایت نمره میخوام تا بشم 20. خوبه دیگه خوب 40 تا اصلا عالیه. باشید نمیدونم انمی ها چرا نایمن نوه 2 تا نولنجا که انداختن یارم. این ور چی نایمن انمی ها Double kill.